مقامات ایران روز 19 اپریل سال 2024 سقوط دادن چندین هواپیمای بی سرنشین را تصدیق کردند، ولی خبرها درباره حمله موشکی اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی را رد کردند. این در حالی است که مطبوعات رسمی ایران قبلا درباره ترکش‌ها در اطراف شهر اصفهان و به کار درآمدن شبکه‌های دفاع ضد هوایی در استان‌های گوناگون این کشور و قطع پروازها در چندین فرودگاه خبر داده بودند. و اما حسین دلیریان، سخنگوی اگنتی کیهانی ایران، در شبکه ایکس یا سابق توییتر با کنایه نوشت به نظر می رسد که رسانه‌های امریکایی خوب دیدند که اسرائیل به ایران حمله کرده است، وگرنه حمله ناکام با چند درون که نهایتاً این درون ها هم سرنگون شدند در هیچ کجای جهان حمله محسوب نمی شود. دلیریان حمله موشکی انجام دادن اسرائیل به خاک ایران را رد کرد. یک منبع شبکه پرس تیوی نیز گفته است از بیرون هیچ حمله به ایران صورت نگرفته است. قبلا شبکه‌های تلویزیونی امریکایی با تکیه به مقام‌های رسمی امریکا خبر دادند که اسرائیل ایران را موشکباران کرده است. کاخ سفید و پنتاگون این خبر را رسما شرح ندادند. نماینده ارتش اسرائیل نیز به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که ما در حال حاضر یگان شرحی در این باره نداریم. مقامات اسرائیل قبلا هشدار داده بود که در پاسخ به حمله شب 14 اپریل که ایران به طرف اسرائیل ستا موشک و درون سر داد می تواند به خاک ایران ضربه بزند، اما امریکا پیام داد که به این حمله جوابی اسرائیل همراه نمی شود. روز 18 اپریل امریکا به هر صورت با مقصد پایین بردن تنش‌ها به ضد افراد دخیل در برنامه تولید هواپیماهای بی سرنشین در ایران تحریمات جاری کرد. صبح 19 اپریل خبرگزاری ایرانی فارس خبر داد که در اطراف پایگاه‌های هوایی حربی شکری در نزدیکی فرودگاه اصفهان 3 ترکش رخ داده است. به اطلاع فارس در اصفهان شبکه دفاعی ضد هوایی به کار انداخته شده یک هواپیمای بی سرنشین را سرنگون کرده است. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز میگوید درباره آسیب و خرابی گزارش نشده است. در همین حال پروازها در فضای تهران و شهرهای دیگر ایران موقتا بازداشت شدند. شبکه امریکایی CNN قبلا خبر داد که 8 هواپیمایی که در حریم هوایی ایران قرار داشتند خط پرواز خود را تغییر دادند. تنش‌ها بین اسرائیل و ایران 1 اپریل سال 2024 در پی حمله موشکی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه که 13 نفر از جمله 7 تن از فرماندهان و نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را کشته به جا گذاشت شدت گرفت. افسران سپاه با مقصد حمایت از رژیم پرزیدنت کنونی سوریه بشار اسد در این کشور عربی هم مرز با اسرائیل قرار داشتند. شام 14 اپریل سال 2024 ایران بار اول به واسطه از قلمرو خود خاک اسرائیل را هدف حمله گسترده با استفاده از هواپیماهای بی سرنشین و موشک‌ها قرار داد. به حساب جانب اسرائیل ایران به سوی این کشور بیش از 300 درون و موشک زده است. جانب ایران تا کنون حمله‌هایش را رسما نتیجه گیری نکرده است. در اظهارات نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل در پی حمله جوابی 14 اپریل گفته شده بود که مسئله را میتوان حل شده ارزیابی کرد. این اشاره را میتوان به معنای فهمید که ایران در فکر ضربه‌های از این بیشتر به ضد اسرائیل را ندارد، اما با یک شرط: اگر اسرائیل باز یک اشتباه صادر کند پاسخ ایران باز هم شدیدتر خواهد بود، گفته میشد در آن اظهارات.